شام 16 ماه سال 2023 تخمینا ساعت 20:00 دقیقه راننده автомашین تمغه فولکسواگن توران سلطان فرهاد سال تولدش 1984 ساکن شهر خوجند هنگام حرکت با کوچه حوجی شهر خوجند به خطری حرکت راه را تامین کرده نتوانسته دوچرخران نابالغ فیض‌الله نصراللهویچ سال تولدش 2010 ساکن شهر خوجند را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ فیض‌اللهویچ جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه یووان عریضه مرد 46 ساله ساکن ناحیه مذکور وارد گردیده است که ماه ایول سال 2022 شخصان نامعلوم با روی پنهانی وارد منزل استقامتی شده از آنجا یک عدد کردن تراکتورش را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 5500 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 33 ساله ساکن امین ناحیه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخلی دو در ناحیه فردوسی با عریضه مرد 33 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که 4 ماه سال 2023 در کوچه مشرقی شهر دوشنبه شخصان نامعلوم با روی پنهانی از جیب فرزند نابالغ 13 سالش یک عدد تلفن موبیلی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 2800 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 18 ساله ساکن پایتخت با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. همین طریق ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 18 ساله ساکن ناحیه رودکی همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نام برده 14 ماه سال 2023 تخمین ساعت 01:00 دقیقه با روی پنهانی وارد منزل استقامتی مرد 47 ساله ساکن ناحیه مذکور وارد گردیده از آنجا یک سر چاروای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرری رسانیده شده 5000 سامانی را تشکیل می‌دهد. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد.